دادستانی ولایت سوغد میگوید در مدت چند ماه اخیر 38 نفر را با اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی و افراطی دستگیر کردند. در دادستانی روز 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفتند بسیار از این افراد با اتهام عضویت یا همکاری با حرکت اسلامی ترکستان، جماعت انصارالله و مثل این سازمان‌های دیگری تندروی دینی دستگیر شدند. اکثر بازداشت شده‌ها از ایسترافشان، کانیبادان، پنجکند و اسپیتامین بودند و در این باره صحبت داشتیم با معصوم محمد رجب، همکاران در شهر خوجند. معصوم جان، شماره بازداشت شدگان روز به روز زیاد می شود. این یک گروه است یا اعضای چند گروه؟ دادستانی ولایت سوغد در یک ماه اخیر 38 ساکن ولایت سوغد را با اتهام فعالیت در حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی حرکت اسلامی ازبکستان و سازمان جماعت انصارالله بازداشت کرده است. به گفته دادستانی این افراد از 24 تا 38 ساله بوده، ساکنان شهر و ناحیه‌های پنجکند، ایسترافشان، اسفره، سپیتامن و شهر خوجند هستند. دادستانی سوغد میگوید که در نسبت این افراد مطابق بندهای کودکس جنایی تاجیکستان برای جلب و اشتراک در زدوخوردهای مسلحانه در کشورهای خارجی، مشخصاً در سوریه و تأسیس اتحاد جنایی و خبر ندادن نسبت برخی درباره صادر این جنایات، پرونده جنایی باز کرده است و تفتیش آن را پیش میبرد. آیا مقامات ولایت سوغد میگویند که این افراد چی کار کردند؟ چگونه معلوم شده است که آنها افراطگرا هستند؟ به گفته دادستانی این افراد در بین ساکنان برای رفتن، برای اشتراک در جهاد در کشور سوریه ترغیبات راه اندازی میکردند و برخی هم به جمع آوری مبلغ برای روان کردن اختیاریان برای اشتراک در جنگ سوریه سر و کار داشتند و مبلغ جمع آوردند و حتی یک ساکن کانیبادان از همین گروه автомобили مرسدس خود را فروخته مبلغ آن $6300 را به خزینه همین گروه ریخته است که برای فرستادن اختیاریان به جنگ سوریه. تشکر. همکارم معصوم محمد رجب از شهر خوجند صحبت میکرد.